دادن که بیشتر دیده نمیشن. شما چه این نمازه میرو؟ مهدی بیاش. مهدی امینی. بابا دست. این مهدی بود. نه. این مهدی بود. نه. بابا کسی که زیاد روی صندلی بشینه وای به حالش. این بازی برنده نداره. بریم. یه عدد بگو آقا مهدی. 17. 17. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 آقا تشریف ببرید. بابا میکنه چشات همینو میخواستی شیدا میکنه چشات همینو میخواستی شروع شد. 3 نفری با همین چه نمیشه 3 نفر. میخوای یکی دیگه هم اضافه کنیم آقای تبریزی؟ به نظرم امینم همین تشریف بیار. آره. آقای مسعود اقوامی. آقای مهدی هم اونجا دی. نه به جون مادر. به جون مادر سالا. نه خیر نه. Masud. خیلی تابلو زدی. Olha, pô, falei lembrando, mano, uma lavada que chamou na palatinha, eu mando pra você que tem que do gol, nada que tá cara na manda do. Olha, pô, falei lembrando, mano, uma lavada que chamou na palatinha, eu mando pra você que tem que. Ah, mano, یه خورده جلوتر باشین که معلوم نباشه. حالا. برو بده برات تو. میگه بده که جگره تو. بابا. فقط بچه بلند میشه زیاد جلو نرید. دوربین چیز میشه. من بابا یه تو بستم دیگه. آقای اقوامی خورده جمعی لطفاً. شوخی باید داره امین به نظره. نه نه داداش نه فقط اسامی رو بلندتر بگید. آقا به نظر من اینم ایده خوبه که یه جورای خطی وایسادن که بیشتر دیده نمیشن. شما چه این نمازه میرو منتر آقای امینی فقط نه بلندتر ذکر کنید. بلند بگو یه اسمم بیشتر نمیتونی بگی. آقا مسعود امین بگو امین زگی چیزی که عوض داره گله نداره. بله من این سعی کنید همه یه نواخت بزنید یا یواش بزن یا محکم از روی ضربات سالار میشه هم تشخیص داد. نه سالار آمد نه هرگز این سالار بود اصلا چک کنیم نه جدی میگم این حامد افتخارم بزنین دسته رو دارم میرم من بشینین اشتر رو آقای امینی بله آقای امینی حالا همه دارم آروم میزنم میشه گو امین زیگول بودی نه آقا مهدی امینی آقا مسعود چرا میزنی؟ مسعود هم نه جمعی جورتر بایستید بهتر رو به نظر من. بیا جمعی آقا مسعود آی نار باش آمد آقا یکی بگم اونی که نشسته تا 10 نفر اسمو بیاره اگر نبود اون دیگه بازنده است. بله که دیگه زیاد بازی شما به این ربطی نه به تو ربطی نداره. باش داشت هم اولی ها امین زگول بود؟ نه سالار بود؟ آقای دارش شما جلو دوربینی یه دقیقه عقب‌تر با می‌سید داشت جلو دوربینی آقای امینی اونجا هم دوربین نمی‌افتید داشت بیانین عقب وایسید آقا مثل قبلی رو بگم تایمت گذشت امین
نه خیر. آقای معلم. نه آقا به من چه ارتباطی داره آخه مرد شریف؟ آقا بس. نه نه نه. آقا معلم. این بازی به من هیچ ارتباطی نداشت. اینا همش یه توته بود. من که میدونم تهش چی میشه. کی میخواد بجایه؟ نه از ارتباطی اگر زدی آقا بذارم مثل آدمی دارم ناموسن آقا دم این جفتک بود. الاغ داریم اگه این پشت الاغ میبینید اینجا به خدا بیشتر شبیه جفتک الاغ. بیا نه به خدا آقا امین امین زگور بله. درست بود علی آقا بفرمایید. آقا بذار علیه ولی واقعا درستگی میشینه طرف جذابیت بازی بره راست بره بالا داش سایه نگاه نکن صاف نگاه کن صاف یواش دادم حامد خدا نه لعنت من نبودم حامد بود نه ببین گفتی میاد میشینه این دو تا با هم زدی با نه یه نفر بود به خدا ها یه نفر بود آقای مهدی امینی نه آقا مهدی امینی نه داداش الان میتونه بزنه این آقا مهدی خودش محکم بزن این مهدی تو بار گفتم آره نه کن یه بار دیگه من این ضربه رو تجربه کرده بودم تو دهات از قاطر خوردم به امام حسین قاطر بهم لگد زد خب که بر اثر اون اتفاق دماغم شکست یاد اون ضربه مولک افتادم این حامد بود درست آقا درست دمت گرم برای قاطری دست بزنیم عینکم شکست ببخش آقای امینی نه آقای عقابی نه آقای امینی نه آقای یکم غیرمونتر الان یه تابلو خود من بزنم او میدم من نمیای نزدیک بزن دیگه بابا، آخه مردم من چرا باید بزنم بیا سالار Aşkı da bir nazenin dilber sevdim Bir o bir آقای معلم. نه بابا چه رفتی معلم داره آقای معلم. بله نه ببین ضربه اول رو میتونست بده دومیشو خودته. یواش ولی بزن یواش به سادم این آقای مسعود عقایی نه داداش این حامد بود دیگه نه. حامد بشین دیگه میگم آقای امینی بود میگم درست بابا الکی ندادید تو جون من اصلا اینو میزنم وایسا ندارم آرام باش بابا من آرام اصلا باش این برم دیوانه آرامش رو حفظ کنید این آقا مسعود حامد بیا بشین نه من نبودم حامد بیا میگم بشین من نبودم جای بودی این هم چیز بود این آقا مسعود نه این حامد بود نه بابا نکن جمجمه هم تکون خود خدا لعنت بابا یا آروم بزن آروم مهدی بیا بشین نه. مهدی امینی بابا دست آقا سالار نه آقا مهدی نه این مهدی بود نه این مهدی بود نه بابا دیدی این مهدی بود خدا خدا الان شما میتونی بزنی اینو بزنم بزن حامد بیا بشین نه تو من هر کی بگم نیست دیگه حتما تو بودی آره بیا اینجا به چی بخندی نخند بله تایمش گذشت آقا بعد سریع‌تر. آقا سریع بزن بگو دیگه. حامد تو بودی من نبودم حامد دیگه. تو بودی حامد تو بابا من تو بودی من نبودم نه تو حامد یا بو نه آیه اینو محترم من نزن بودم اینو من بودم
بیا بشین دیگه من نه دیگه آقا نه اونو نگفتی که آقا گفتم که اشتباه رو 3 بار اسمو گفتی حامد بود بیا بشین نه به خدا حامد دیگه بابا بابا کاریو آزنده بود راست بلندش پاشو بگیر دیگه بابا کشیه بگیر نکن بابا شما بچه بگیر با آزنده میره تو آب آقا یکی از دوربینا رو بیار با سپایه بردازیم همین بیا آقا بیا داداش بیا بگیر از ما بگیر داره میگیره همین بگیر همین ببرم بیا دیگه بار یک بیا دیگه چرا تصمیم آقا مهدی بگی آقا هست بگیر یه ذره یواش آقا معلم بازنده بود آقا و برای این که بازنده شده همینجا به آب میسپره این بازی کسی بود دوربین زورمون نمیرسه آقا من تو بکنی تو آب خیسش کردی خیلی مخلصم چی میچسته؟ امیدوارم که تا این لحظه از ویدیو رو دیده باشین و لذت برده باشین خیلی مخلصم مرسی از جنبه علی معلم آقا خیلی مخلص بردیم های